آخر سخن مرتب. این رساله عبدالرئیف فطرت سالهای 1886 1938 دوره حکمرانی امیر عالم خان سال 1930 با حروف نیاگان عربی تاجیکی روی چاپ را دیده باشد هم با سببهای معلوم زیاده از 60 سال این جانب از نظرها دور ماند و مردم از آن بیخبر و خصوص جوانان حاضره. کتابچه چنان که حامی جسور همان وقته خلق ملت و زبان و فرهنگ تاجیک عبدالقادر محیدینوف در مقدمه گفته است تاریخ انقلاب بخارا سپتامبر 1920 و هم تاریخ سلطنت منقیتیه 1747 57 1920 در خاک تاجیکان نیست، بلکه شمه از حیات منحوس و شخصیت ناپاک خانهای آن سلاله علل خصوص عالم خان فراری و اطرافیانش است. خواننده توسط این نوشته فطرت با کار و کردار و معیشتی پس پردگی فاسقانه آن خدا بیخبران ظالم سر دولت روبرو می شود. کی و چی بودن امیر، خوشبگی، قاضی کلان و دیگر عملدارهای بلند رتبه رکن و ستونهای حاکمیت را پیش نظر می آورد و البته خلاصه هم می برآورد. برای آنکه اهمیت مخصوص تاریخی و خصوصیت خاص زبان و اسلوب نگارشی تاجیکی سالهای 30 نگاه داشته شود، رساله به یگان اصلاح علاوه چطوری که بود به چاپ تیار کرده شد. طبیعی است که آثار گذشته با همان شکل و مضمون اصلیش ضرور مهم و پرارزش بوده و شده میتواند و بس. به اعتبار این معنی جمله های دراز، انیق گذاشته نشدن علامت های کتابت، ناخنک های ناجایه، تکرار یک خیله، ناصحیحی وضع نام ها و هاکذا نباید باعث اشتباه خواننده محترم گردد. و بعد به آخر رساله نامه از مسکو و پدرش نوشته پسر امیر عالم خان شاه مراد را نیز علاوه کردیم، زیرا این مکتوب هم نه به همه معلوم است. این مکتوب چطور و با تشبث کی در چنین شکل دغل عرضی وجود کرده است هنوز معلوم نیست و به تحقیق و تفسیر مخصوص احتیاج دارد. از خصوص سرنوشت شاه مراد و برادرانش رحیم و سلطان در مقاله روزنامه سویتسکی پاتریوت سال 1990 رقم 31 که آن را مجله علم و حیات سال 1990 رقم 11 صفحه 37-39 ترجمه و چاپ کرد، یک درجه معلومات چشم رس است. همین را باید گفت که شاه مراد تمام حیات خود را به خدمت حربی بخشید. در سالهای جنگ بزرگ وطنی همچون انجینری ساختمانچی خدمت‌های باسزا کرده صاحب نشان و مدال ها گردید و از پایش محروم گشت. بعد جنگ تا آخر عمر در کافدرای اکادمی حربی وابسته به تخصص خود سرور بود. او در رتبه گنرالی عالم را پدرود گفت. به اندیشه ما رساله از هر جهت فایده آور بوده، دوام آن را نوشتن کار خیر و ضرور است. مردم می خواهد که زندگی عالم خان را در افغانستان تا به آخر بداند و به این هم حق دارد. تقدیر خانواده او و قسمت همه فرزندان و نزدیکانش و چه انجامیده است نیست برای خوانندگان امروزه بی تفاوت نیست. عصام الدین نصرالدینوف، ایول سال 1991.